پشت سر من توییتای BZ4X رو دارید میبینید. یه نکته که اولش حالا توی تصویر دارید میبینید، در دو طرف خودرو ما دو تا باک در واقع شارژ برق رو داریم. چرا؟ یکیش فست شارژ، یکیش شارژر AC و معمولی هستش. حدوداً 260 نیوتن گشتاور و 206 اسب بخار بهتون قدرت میده. تو نگاه اول شاید شما رو یاد توییتای CHR بندازه. یه ماشین جذاب دوست داشتنی با کیفیت و در عین حال یه جورایی مثل تویوتای پریوس شاید همه کس پسند نباشه تو زبان طراحی. نمای پشت سر و نمای داخلش رو هم بریم با هم دیگه ببینیم و توضیحات بیشتر رو اونجا بهتون میدم. خب داخل کابین تویوتای BZ4 هستیم. طراحیش واقعا یه طراحی خاص دوست داشتنیه، با اینکه متریالی که مثلا اینجا به کار برده همون متریال یه جورایی پارچه‌ای هستش که تو بعضی از خودروها توی حالا صندلیشون می‌بینیم، اما طراحیش جذاب و دوست داشتنیه. به نظر من سیستم صوتی JBL رو داره، یک فرمون باحال بامزه‌ای داره، کلاسترش دیجیتال هستش ولی کلا سبک طراحیش خیلی فضایی شده دیگه. یه مانیتور خیلی بزرگ اینجا داریم، اهرم دنده به این شکل اینجا در اومده، دکمه‌ای رو اینجا داریم مثل حالا ترمز دستی برقی. این پایین به واسطه اینکه دیگه دنده در واقع الکتریکی شده، این پایین یک محفظه‌ای رو داره و این پایین جذابیتی که داره یک موکت داره که حالا خط و خش نیفته، سر صدا نیفته. و اینجا هم فضایی هستش که میتونید گوشیتون رو برای شارژر وایرلس بذارید. دو تا کاپ هولدر رو زیر آرنجی که اینجا قرار داره و میتونید شما جلو عقبش کنید. جذاب، باحال، دوست داشتنیه. طراحی چراغ‌های عقبش رو این ماشین خیلی سبکش فضایی و عجیب غریبه، یه جورایی داره شما رو یاد حالا تویوتای پریوس و CHR رو اینها میندازه. درب صندوق عقبش رو که از حالا دکمه‌ای که این زیر داره باز میکنید، فضای کابین و فضای صندوق عقب بسیار بزرگ و خوبی داره. این بغل ما ساب JBL رو داریم و این پایین هم در واقع خبری دیگه از حالا زاپاس و اینها نیست و یک محفظه‌ای هستش که شما میتونید وسایلتون رو اینجا بذارید. کیت پنچرگیری اگر داشته باشید میتونید اینجا قرار بدید. ماشینیه که به زودی قراره تو بازار خودروی کشورمون عرضه بشه و میتونه خیلی جذاب باشه. شتاب و گشتاور بسیار خوبی داره.